دو تا از کودکای دارای لکنتمون این ماه ترخیص شدن. این ویدیو رو ببینید که بگم چطور موفق شدن. هر دو تا این آقا پسر از سن 4 سالگی اومدن و الان حدوداً 6 سالشونه. بله، درمان حدوداً 2 سال طول کشیده، اما توضیح میدم چرا. معمولا درمان تو کودکای زیر 6 سال کمتر از 1 سال طول میکشه، اما ویژگی مشترک هر دو تا عزیزمون این بوده که هر دو تاشون هم بچه‌های یه ذره بدقلقی بودن، همین که لکنتشون یه مقدار سخت بود. این بوده که درمان یه مقدار طولانی شده. اگه از من علت موفقیت رو میخواید، این دو تا فاکتور به نظر من عامل اصلی بوده. شماره 1، مادر این بچه‌ها هر دو تاشون توی این 2 سال بسیار پیگیر بودن. هم جلسات درمانیشون رو مرتب می اومدن، هم پیگیر تمرینات بودن و به هیچ عنوان رها نکردن. دومین فاکتور پدر بچه‌ها بوده. یکی از بچه‌ها که پدرشون همه جلسات رو اصلا می اومدن کلینیک، اون یکی پدرمون هم پیگیر درمان بودن و به هیچ عنوان رها نکردن. خیلی وقتا برای پدرها پیش میاد لکنت که از یه جایی کمتر میشه میگن خوب شده رها کنیم، ولش کن، بس دیگه. ولی این دو تا عزیزمون هر دو تاشون درمان رو کامل پیگیری کردن. به نظر من این دو تا فاکتور برای درمان خیلی ضروری ان و وقتی در کنار یک برنامه درمان دقیق قرار میگیره، درمانو کامل میکنه. برای هر دو تا عزیزمون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم هیچ وقت لکنتشون دیگه بر نگرده. اگه برای درمان لکنت سوالی دارین دایرکت پیام بدین.